سلام و درود وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز. به کانال نکسو دارک کینگ خوش اومدیم تو این ویدیو به درخواست شما یه آموزش ویدیو کردن میوه بذاریم. خب اول ما ببینم اسپینم باز شده. وقت اسپین چقدره؟ یه میوه شن رو زمین افتاده. فکر کنم بتونیم با همون یه دونه اسپین بزنیم یا اسپین یه دونه رید بخریم. حالا در زمان براتون توضیح میدم. اسموک به به، آشغال در نیوه بازی به به. خب بریم که براتون توضیح بدم. اول شما اینجا که کافه اسپان میشین، یعنی شما که اول اونجا اسپان میشین جای اسکله، وقتی که بیان تو کافه، از کافه که میاین این راه رو مستقیم میرسیم به یه پل. برسیم اونجا، میرسیم به یه پل که پشت این پل یه جزیره هست که کلی درخت و گل بزرگ داره. برسیم. دوستان اینجا که میرسیم من چیزایی کم بیارم بالاتر که قشنگ دیده بشه. اینو تا اینجا میاریم. گوشیم چون یکم لگ میشه برای همین آورده بودم پایین. اینجا رو هم که تا یه جایی رسیدیم دوباره میارمش پایین. خب شما اون جزیره رو میبینین، از این جزیره باید برین اون جزیره. میرین تو این جزیره. حالا وایسیم ما برسیم. میرسیم رسیدیم که به این جزیره. شما باید همین رو مستقیم برید تو جزیره برفی. واسه من اینو بیارم پایین، گوشیم لگ میخوره. خب شما میاین اینجا بین جزیره ماگما و آیس، میاین تو جزیره آیس، میاین تو این آزمایشگاه. اینجا که رسیدیم یه در اونجا میبینیم که براتون باز نیست. میایم اینجا، بعد اینجا یه کد وارد کنین تا یه رمز وارد کنین تا در اونجا باز. هیچی دستتون نباید بگیرین، هرچی دستتون رو باید بل کنین. اولی قرمز، دومی آبیه، سومی سبز، بعدی هم آبیه. به این صورت. بعد شما میان اینجا ببینید در براتون باز شده. وارد در میشین و از اینجا میریم بالا. بعد برسیم بالا. خب شما به یه جایی مثل اینجا میاین، یعنی همینجاست که اینجا میتونین رید بگیرین، ولی باید لولتون 1100 باشه. فکر بکنم 1100 که شدین میتونین بیان اینجا با یه میوه یا با 100 کی پول میتونین یه رید بگیرین. که حتما حالا میوه باید دستتون باشه. واسه من اینو درام کنم، میخوام بخورم که بهتون نشون بدم. خب شما این میوه که میخوایم بدین، هر میوه باشه اشکال نداره، میان میدین به این بالایی رو میزنین. خب نوشته یکی دو تا گزینه داره، یکی نرماله یکی سخته، که اونو باید تو جزیره سوم بگیرین. نرمال ریدای عادیه، ولی دومی ریدای سخت مثل دوج و فونیکسه. حالا دوجو که باید برین دوج کینگ بزنین تا بگیرینش. فونیکس رو باید مستریشو 400 کنین تا ریدش براتون باز بشه. خب ما نرمال رو میزنیم. اینجا چند تا رید داره: فلیم، آیس، دیگه
کویک، لایت دیگه، دارک، اسپایدر، ماگما، بودا که خیلی سخته. بعد اینجا هم ساونده. حالا ما یه میوه ساوند میگیریم، رید ساوند میگیریم. خب میبینیم که میوه از دستمون رفت. حالا یه کارت میگیریم، این کارت رو میگم به چه درد میخوره. اول اینو برداریم. خب کسی فردی که با شما میخواد بیاد داخل رید اینجا وای میسته و کسی که میخواد رید رو فعال کنه اینجا وای میسته. شما هیچی نباید باز دستتون باشه. این کارت رو که شما دارین باید بیاین اینجا وایسین. این سبزی اینجا هست، اینو بزنین. بعدش که دیدین اینجا زرد شد ریدی شده، یا اونجا نوشته لودینگ مپ. خب اگه وقتی که رفتیم تو رید شما از رید بیاین بیرون و تبدیل بشین هیچ اشکالی نداره، بازم میاین تو. خب حالا اینجا ما براتون رید رو ردی کنیم. خب دوستان همینجور که ببینید رید چند تا زمین داره که ما زمین اولش رو رفتیم، حالا میریم بقیه‌اش رو براتون میگم. خب این جزیره دومه. زمین دوم هم که رفتیم بریم. بعد یه نکته هم بهتون بگم، اگه رید خفن بخوایم بگیریم مثل دوجو کنید میتونین یک فرگ هم بگیریم بدین یا یه میوه لژندری باید بدین تا بتونین رید رو بگیریم. ولی اینو در نظر داشته باشین که اگه یه بودا پلیر همراهتون باشه خیلی آسون میتونین جزیره رو تموم کنین. ولی اگه لولتون بالا باشه، اگه میوه دیگه داشته باشه شاید بتونین به سختی رانش کنین. ولی اگه یه بودا پلیر همراهتون باشه راحت میتونین رانش کنین. خب همجور که میبینین 1 2 3 شمرد و باس اسپان شد که این باسش خیلی سخته و یه چند تا میلی باس هم دارن که اینا خیلی ایزی هم، ولی وقتی کنار هم جمع میشن نها کنین اینجوری رگباری میگیرن که بلتون نمیکنن. میبینید دوستان من یه همراه آوردم یه میوه رو بکنم که بهتون نشون بدم چجوری باید ویدیو کنم. اینجا که رید تمام کردیم باید چیکار کنم. حالا من میوه رو میکنم. بله همجور که میبینید اگه زیر سریق تمام بالای سریق تمامش کنید یکی فرق بهتون میده و شما رو به اینجا میاره که شما باید همون میوه رو داشته باشین که ریدو تمام کردین اینجا. بعدش با این مرد حرف میزنین که اسکینش شبیه اسکین خودشه، اسمتون هم اسم خودشه. بالایی هم میزنین و میگه زیتو برات ویدیو میکنم و 500 تا فرق ازت میگیرم. حالا ما ویدیو میکنیم و این میشه ویدیوش. خب دوستان اینم بود از آموزش ویدیو کردن میوه و اگر دوست داشتین آموزش های دیگه هم بذارم زیر همین ویدیو برام کامنت کنین. خب فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.